دوستان یه سوپر آقا زشت پیست آیپتی. دوستان یه مستهجن مبتذل ایرانی براتون آوردم. نمیگم سوپر سید اینجاست، کاملا سناریو گویشی سوزشی رویشی. گویشیشو من انجام میدم، سوزشیش تو ویدیو و رویشیش با سید. برو بریم کارتون داریم. تشنش بود آب ریختی سرش. خدا مرگم بده ببخشید. ببینم چیزی که نشد. پاشو بریم برات پماد بزنم. تو دنبال بهونه‌ای بری تو اتاق، اون سوزش داره تو خارج نمیشه، ما هم باید ببینیم. همین پاشو بریم تا تاور لذت برات پماد بزنم. بلند شو. حمید پاشو، اینم تشنشه. پاشو حمید تا نبرد تو اتاق ول نمی‌کنی. دستتو بکش. حمید بیا بریم پماد. دستتو بکش. حمید ده حمیده. حمید آل پاچینو این اکت تو میدید 2 تا خاله مقادی میزد. با این بنده خدا چیکار دارید؟ از دست خودم ریخت. دوست ادب مؤدب باشید لطفاً. این مکان رو ترک کنید. لطفاً این مکان رو دوستی دیر. وا این چش بود. واقعا آفا این چش بود. برگشتیم سر خونه اول که. حالا چرا انقدر عجله میکنی حمید؟ با این وضعیت امروز نمیرفتی سر کار، میموندی استراحت میکردی. حمید دیگه چی باید میشد که تو میموندی مرخصی میگرفتی؟ حمید بمون، از قدیم گفتن سقف و تیر نگه میداره زن و مهر، محبت، لیلیوم و پماد رو حتما بخر که سقف خونت بمونه. پمادم که نذاشتی برات بزنم. حمید نمیخوای بیا من پماد من میزنم. نه من میزنم. من بزرگترم، من میزنم. نه حمید الان تاول میزنه. چی بود؟ واسه گوشیو برمیگردونی؟ هیچی بابا، خواهرمه. گفتم جوابشو ندم، کار تو رو راه بندازم. آدم اولویت زندگیش اول شوهرش. داری بچه گول میزنی؟ حمید نمیذاری پماد بزنه، به تلفنش گیر میدی، سر کارم میخوای بری. خب برای این سقف تو هیچ کاری نکردی. اگه پس فردا روف گاردن زد بدون مجوز ناراحت نشی ها. بده من گوشیو دوباره زنگ زد. معلوم از کجاش برزه؟ حالا جواب تلفن من نمیدی؟ چی شد ازگل؟ آبجی بعدم بهت زنگ میزنم. الان دستم بنده. مردشور منو ببرن که دلم برای تو میسوزه. تو لیاقت محبتی منو نداری. 3 تا چیز اینجا سوخت: مغز ما، دل خانوم و دو. آقا سوخت رفته دیگه پیستی. اگر پیرم بشی با خلق شیری، باید تیرت رو تو دستات بگیری. اگر تیرت دیگه بردی نداره، زنت میره یه جا تنهات میذاره. سناریو چی شد اصلا؟ از کجا به کجا رسیدیم اصلا؟ چای چرا؟ نتیجه اخلاقی: 1 غیر قابل پیش بینی باشید، 2 چای نخورید، 3 اگه چای خورید به سالار ندید.